خادمای دین، همه مردم باید که متحد باشند، سرجمع باشند، دست با هم بدهند تا اینکه پیش تمام خطر و تمام فتنه و تمام ضرر رو بگیرند. اون کشوری که روبر دولت ترور شد یا چندین گنرال ها ترور شد، اگر از بین خود خواهی نمی داشتن هیچ وقت اون ترور نمی شدن. همین است خیانت. حالا اون خواهی هم حتمی جزایش رو می بیند، لیکن ببینید که چقدر مردم آسایشته آسیب می بیند، ضرر می بیند، چقدر چندین سالها عقب می ماند. چطوری که کشور ما و شما هم در همون جنگ شهروندی برادرکشی چقدر ما عقب ماندیم، خیلی ما عقب ماندیم، لیکن الحمدلله هم فضل پروردگار و مهنت زحمت و تلاش های دائمی پیشوای ملت